هزاران جوان ماها برای تجلیل از نوروز در ختلان آمادگی دیدند. نوروز جمهوریوی با شرکت امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. جشنی که به گفته منتقدان ظاهراً یک تماشابینی اصلی داشت و رنج آمادگی‌های هزاران خواننده نیز برای او پیش بینی شده بود. نه همه ساکنان به جشن اصلی نوروز راه یافتند، ولی خیابان‌های نواحی ختلان پر از ساکنان بود. روزی که بیشتر ساکنان خوشحالی می‌کردند، هرچند گرانی نرخ‌ها، مشکلات روزافزون اقتصادی آثارش بیشتر دیده می‌شود. برای دسترخوان 300-400 سامانی خرید کردیم. نرخ‌ها در بازار بلند بود، اما زندگی کردن ممکن است. در بازار همه چیز هست، هر چیزی خواهی. شکرانه خدا به تمام صنعتش، تمام جمهوریت، سلامتی، عمر دراز، تنجی، آرامی، برادری در این مملکت همه وقت آفتاب و آسمان صاف باشه که همین خلق مهربان ما فقط سربلند باشه. پهنشوی سرایت کرونا در 2 سال اخیر تجلیل نوروز را کمرنگ کرده بود. امسال دیگر چیزی از محدودیت ها دیده نمی شد.